بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله متعال را سپاس گذاریم که برای من فرصت عنایت نمود تا با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. البته مثل همیشه باز هم استاد سلیمانی عزیز را با خود در استودیو دارم. در آغاز سلام های خود و شما بینندگان عزیز را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم که در این لحظاتی که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم مطالبی رو که کمک خواهد کرد برای تقویت باور و ایمانمون نسبت به قرآن مجید مطرح بکنیم و امیدواریم آنچه که مورد رضای الله متعال است بر زبان بنده و شما جاری بگردد. آمین آمین یا رب العالمین. بله بیننده های عزیز، باز هم موضوع ما در ادامه سلسله موضوعات اعجاز علمی قرآن کریم هست. ما در هفته گذشته نیز در مورد اعجاز علمی قرآن کریم در مورد انواع آبها رفته بودیم. حالا هم انشاءالله باز هم با قسم دیگری از این آبها خدمت شما عزیزان هستیم. استاد سلیمانی عزیز، موضوع مشخصا چی است؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در برنامه گذشته همونجور که شما اشاره فرمودید ما به موضوع دسته‌بندی آبها در قرآن کریم اشاره کردیم که الله متعال برای ما آب باران و آب خوردن و آب دریا رو معرفی کرد با سه تعبیر مختلف و درباره جزئیات مربوط به این آبها برای ما حقایق شگفت انگیزی رو بیان فرمود 1400 سال پیش که بعد پدش ما امروزه بعد از گذر 14 قرن از نزول قرآن کریم به اون به برخی از این حقایق دست پیدا کرد. امروز قصد داریم که موضوع رو ادامه بدیم در مورد آبهای روی زمین و نکاتی که الله متعال درباره دریاها برای ما صحبت کرده به تعبیر عربیش بهار، بحرها. درست. آنچه که حالا ما در زبان عربی بهش میگیم بحر و در فارسی در ایران بهش میگن دریا و در افغانستان همون بحر استفاده میکنن براش و حالا فکر کنم در افغانستان دریا به رودخانه استفاده میشه، اما مراد بحر است، همون آبهای آزادی که بیش از 70% کره زمین رو فرا گرفتن. درست. و اقیانوس‌ها و به هر حال فضاهای بسیار عظیمی که بیش از 3/4 کره زمین رو در بر داره. درست. ما قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم من دو مورد رو در نظر گرفتم در برنامه امروز بیاری الله متعال که درباره صحبت خواهیم کرد در دو بخش مختلف که هر دو قرآن کریم اشاره میکنه به شگفتی‌هایی در اعماق بهار. درست. بحرها و دریاها. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم برای درک بیشتر و فهم بهتر اعجاز این آیات لازم است که ما بدانیم که رسول الله علیه السلام در طول 63 سال عمر مبارکشان در مکه مکرمه و مدینه منوره که 40 سال در مکه و 53 سال در مکه و 10 سال در مدینه منوره گذاشته و یکی دو تا سفر هم قبل از نبوت داشتن. درست. به منطقه طائف در کودکی و همچنین در کودکی سفری به مدینه داشتن و یک سفر هم در جوانی به سمت سوریه امروزی منطقه شام و غزواتی هم که داشتن، جنگ‌هایی هم که داشتن معروف است سمت بدر و یا مثلا در فتح مکه یا حنین یا تبوک. هیچ کدوم از اینها منطقه ساحلی نبودن. درست. گرچه منطقه بدر نزدیکتر به ساحل، حتی مکه با ساحل زیاد فاصله نداره، حدود 100 کیلومتر است، اما رسول الله علیه السلام هیچ وقت به دریا به معنای بحر عربی نرفتن و دریا رو با چشم سر ندیدن. این رسول الله علیه السلام چه دوستان و مؤمنین به ایشان و پیروان ایشان و چه دشمنان ایشان، حتی دشمنان، در این مورد اتفاق نظر دارن که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم
هیچ وقت دریا رو با چشم سر از نزدیک ندیدن، سفر دریایی نداشتن. جایی شما در سیرت سراغ دارید که رفته باشن؟ نه. شاید حالا بسیار از عزیزان براشون عجیب باشه این موضوع، اما اتفاق نیفتاد. فاصله چندانی نیست. ما وقتی فاصله کمه. غزوه بدر رو مثلا میخونیم، بدر از کنار دریا یا کنار شاید بحر 15-20 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. همین قدر است. اما رسول الله از بدر به دریا نرفتن. ما آنچه که در سیرت بدر میخونیم، در حکایت در جنگ بدر، رسول الله علیه السلام رفتن برای یک جنگ ناخواسته، اصلا قرار بود جنگی بشه. جنگ اتفاق افتاد در محل بدر که امروز شهر بدر هست. بله. در این منطقه 3 شبانه روز اتراق کردن به عنوان رسم پیروزی بود در اون زمان و بعد از اون دوباره برگشتن به مدینه. یعنی هیچ جایی از تاریخ و سیرت ننوشته که رسول الله علیه السلام گفتن خب حالا تا بدر اومدیم، حالا بریم با شما یک آب و هوایی عوض کنیم، لب دریا و یک تفریح هم بکنیم و برگردیم. نه، نرفتن. در زندگی ایشان به دریا نرفتن، با اینکه نزدیک شدن به دریا، نزدیک شدن تا 15-20 کیلومتری هم رفتن، اما نرفتن نزدیک دریا بشن و هیچ وقت کشتی سوار نشدن. در بحر که سفر اصلا نکردن. سفر دریایی که اصلا نداشتن. درست. که من این رو به این خاطر دارم میگم که رسول الله علیه السلام که قرآن بر ایشون نازل شده، خود شخص ایشان دریا رو از نزدیک ندیده. روی این موضوع من اتفاق ذکر کردم خدمت شما و در جای از سیرت ندیدم که رسول الله علیه السلام رفته باشن کنار دریا. درست. و حتی در سفری که به شام هم رفتن، سفر شام سفر زمینی بوده. بله. از مکه به سمت مدینه، از اطراف مدینه حرکت کردن رفتن به شمال، مرز خاکی دارن، وارد منطقه اردن امروزی و از اون طرف واسه به سمت سوریه رفتن. بازم به دریا نرفتن. و ما در موضوع بحث زندگی رسول علیه السلام اتفاق داریم که مؤمنین به ایشان و حتی مخالفینش نمیتونن دلیل پیدا کنن که دریا رو رسول الله دیده باشه. سفر دریایی که بیچ عنوان به طریق اولا. الان قرآن میاد درباره دریا صحبت میکنه. دریایی که شخصی که خودش آیات و قرآن رو برای اولین بار میخوانه برای انسان ها هیچ ندیده این رو. وقتی شما ندیدید یک شهری رو، مثلا شما استاد رحیمی عزیز یک شهری نرفتید، بعد میایید اون شهر رو توصیف میکنید، به نحوی هم توصیف میکنید که حتی کسانی که رفتند در اون شهر هم از این جزئیاتی که شما گفتید بیخبرن. بله. اما هست این جزئیات و بعد که شما میگید، بعد میرن میگن بود. حتی ساکنین اون شهر هم از اون جزئیات خبر نداشتن. این معناش چیست؟ شما از کجا آوردید این آگاهی و علم رو؟ از کجا آوردید؟ این باید غیب باشه. غیر از این که بالاخره از یک جای به شما الهام شده، به شما رسیده. یعنی امکان نداره شما با تصور و تخیلات خودتون بتونید چیزهای واقعی رو، حالا انسان یه سری تصورات و تخیلاتی میکنه، احیانا یه چیزایش درست در میاد. بله. اما نه هر چی که شما میگی درست در بیاد. درباره اون چیزی که اصلا شما ندیدیش، وقتی ندیدی و خبر نداری و نرفتی وقتی صحبت میکنی، این عجیب است. اینه که ما میگه معجزه است. درست. قرآن کریم درباره دریاها وقتی صحبت میکنه آیات مختلفی است، فراوان. ما چون گفتیم درباره اجاز علمی قرآن کریم نمیخوایم که زیاد بحث رو طولانی بکنیم، با اینکه همین الان هم طولانی شده تا حدودی، اما من بحثم اینه اگه بخوایم ادامه بدیم سالها میشه درباره صحبت. الله متعال در سوره مبارکه نور برای ما آیه رو ذکر میکنه در آیه 40. سوره نور. سوره نور. درست. صحبت اسم سوره هست النور. النور. در آیه 35 این سوره الله متعال میفهمد که الله نور السماوات و الارض. بله. این آیه معروف است با آیه نور. درست. یکی از آیاتی است که در تفسیر از سخت‌ترین آیاتی است که مفسرین در این آیه، در شرح این آیه و تفسیر این آیه ماندند. درست. الله نور السماوات و الارض با آیه نور معروف است. بعد از این آیه الله متعال از نماز صحبت میکنه. مسجد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. و نماز، انسان‌هایی که نماز اونها رو از هیچ تجارت و بیعشون از نماز باز نمی‌داره که نماز خودش یک نوری است. بعد در آیه 39 دعای بعدش
علامه مطار صحبت میکنه از اعمال کفار. والذین کفروا، کسانی که کافر شدن، اعمالهم کسراب، مثال عبادت ها و کارهایی که انجام میدن کسانی که کافرند طبق اعتقاد مسلمان ها، اینها جزو کافران حساب میشن. اعمالشون چی میشه روز قیامت؟ حکایت اعمال اینها را علیه مطال میفهمد که سراب، مثل سراب است، بقیعت، در یک زمین خشک و یک زمین لم یزرعی، بیابانی، یحسبهم الظمآن ماء، که میپندارد این سراب رو انسان تشنه، ظمآن یعنی خیلی تشنه، ماء فکر میکنه آب است. سراب چیه؟ سراب رو بسیار از عزیزان شاید دیده باشن در بیابان، وقتی که در دشت ها، در خیابان ها، مخصوصا در فصل گرما، از یک شهر به شهر دیگه وقتی میریم، در گرما وقتی که در خیابان میریم، در خیابان های حتی آسفالت یا بیابان ها، وقتی اون دور رو نگاه میکنید جلوتر رو، مثلا 1000 متر 500 متر جلوتر، احساس میکنید که آب ریخته روی زمین. جاده ظاهرا آب روش هست، از دور آب دیده میشه. این رو بهش میگن سراب. آب نیست، فکر میکنیم آب است اما آب نیست. حالا بحث علمیش رو من کاری ندارم که چرا بخار آبی که بیرون میاد و نور بهش میخوره احساس میشه آب است. الله میفرماید یحسبهم الظمآن ماء، آدم تشنه وقتی این رو میبینه میگه به به آب پیدا کردم، بدو میره سراغش. حتی اذا جاءه، وقتی که به اون میرسه، لم یجده شیئا، هیچ چیزی پیدا نمیکنه. الله متعال میفرماید اونجا دیگه با وجد الله عنده، انسان کافری که گمان میکرد عبادت کرده است و به دست میآورد عبادت های خودش رو، این مثل همون وقتی که دور فکر میکرد که اینجا آب است، تشنه و نیاز شدید بهش داره، روز قیامت نیاز شدید داره به این عبادت ها و اجر اینها. وقتی که میره اونجا، مثل اون تشنه‌ای که پیش سراب میرفت، میبینه که چی نیست. اونجا چی میشه؟ و وجد الله عنده، فقط الله رو میابه، فوفاه حساب، به صورت کامل حساب کتابش رو الله تعالی میده. والله سریع الحساب. این یک مثالی است که الله تعالی زده برای امت کافر. سراب میبینند. سراب فکر میکنیم آب، اما آب نیست، به درد کسی نمیخوره. کسی که دل به سراب بسته است یقینا ضرر میکنه. علی مطمئن میفهمند کفار عبادتشان این گونه است. در جای مختلف قرآن آیات مختلف داریم که مشهورترینش آیه 103 سوره کهف است که میفهمد آیا کفار گمان میکنن که غیر من رو به بندگی گرفتن و به ولی خود گرفتن اونها فایده میرسه به اونها؟ آیا بگو شما رو آگاه نسازن به زیان بارترین کارها کسانی که تلاش بیهوده میکنن و فکر میکنن که عبادت میکنن. محل شاهد آیه بعدی است. درست. الله متعال اینجا اشاره کرد عبادت کفار رو به سراب که به دردشون نمیخوره روز قیامت. فکر میکنن عبادت میکنن اما روز قیامت هیچ چیزی گیرشون نمیاد. او یا این حالت وصف کافر مثل این حالت انسانی است که ظلمات، آیه چه در تاریکی هایی است، فی بحر، در دریایی، در بحری، لجی، عمیق، بحر لجی یعنی عمیق، فی بحر لجی، کسی که در یک دریای عمیقی است، در عمق این دریایی که عمیقه. وقتی صحبت از دریای عمیق میکنیم یعنی عمقش رو شما میرید دیگه، بالای چند صد متر. درست. یغشاه، این انسان در اعماق این دریاست. یغشاه موجون، بالای سر این انسانی که در اعماق دریاست موج است. من فوقه موجون، بالاتر از اون موج دیگری است. تا اینجا ببینیم الان الله متعال چی برای ما توصیف میکنه؟ صحبت از چیست؟ یک دریای عمیقی است. یک دریای عمیقی ما داریم، دریای عمیق چند هزار متری یا چند صد متر، حداقل چند هزار متر. ما الان روی زمین در اقیانوس آرام، حد فاصله بین قاره آسیا و قاره آمریکا، یعنی شرق ژاپن و فیلیپین و چین و غرب آمریکا، این فاصله تو نقشه ها میشه سمت راست نقشه و اون طرفش میشه سمت چپ نقشه، یعنی وقتی که چون بچسبانیم به هم سمت راست و چپ نقشه میشه. اقیانوس آرام یک محله‌ای هست تنگه‌ای به اسم ماریانا که اینجا 12,000 متر عمق داره. عمیق‌ترین حفره روی زمین است. عمیق‌ترین حفره روی زمین، یعنی عمیق‌ترین نقطه دریا در روی کره زمین. 11 کیلومتر
خیلی بحث زیاد هست. ما الان خیلی از دریاهایی که هست عمقش به 80 متر 70 متر بیشتر نمیرسه، یعنی 70 80 نهایتش 100 متره. دریای مثل سرخ تا 80 متر تا 100 متر میره، دریای سرخ بحر الاحمر. اما مثلا یک دفعه میبینیم اینجا میرسه به 11000 متر. الان تا میفهمد بی بحر لجی، صحبت از دریاهای عمیق است. مثل این صحبت از یک کسی حالا در این اعماق چند هزار متری زیر زمین است، او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج. الان تا میفهمد در همین عمق ها موج است، تو عمق دریا، نه که سطح دریا، خود عمق دریا. من فوقه موج، یک موج دیگه باز روی این موج است، باز بعدش تا میرسه روی کف دریا. من فوقه سحاب، بالای این دریا موجه ها که تموم میشه میرسه به کف دریا، بالا سرش باز ابر است. ابر وقتی که میاد باز چی میشه؟ تاریکی میاد. بله. جلوی نور رو میگیره. من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. بعد بس تاریکی هایی است، بعضها فوق بعض. تاریکی بالا سر تاریکی. الان در این تاریکی ها صحبت این شخص کجاست؟ این شخص در اعماق این دریاست. موج پشت سر موج، بالای این دریا هم ابرهایی است. اذا اخرج یده، وقتی در اون اعماق دریا دستش رو این طرف بیرون بکنه، لم یکد یراها، امکان ندارد که این انسان بتواند که ببیند دست خود را، که چقدر فاصله نزدیک است. دست این شخص دست انسان چسبیده بدنش است. بله. دست من چسبیده بدن من، یعنی خیلی هم که فاصله داشته باشه با من وقتی در دریا در این آب دستم الان به راحتی میبینم. در آب هم در استخر مثلا وقتی انسان شنا میکنه چون نیست که در هر آبی نشه دید، در استخر میشه دید راحت. بله. حتی در ساحل دریا شما اگر هوا روشن باشه، در اون صحبت نفهمود الله تعالی که شبه، روز رو میفهمد. اینجا دست دیده میشه، اما در اون اعماق الله تعالی میفهمد لم یکد یراها، اصلا دستش رو نمیتونه ببینه. این انسان دست خودش رو نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورا، در اون تاریکی ها و اعماق دریا که ظلمات بعضها فوق بعض، کسی که نوری الله تعالی براش قرار نداده، فما له من نور، از کجا میخواد نور بیاره؟ صحبت از نور ایمان است. سوره اسمش از سوره النور. النور. آیه 35 گفتیم آیه نور بود. بعد از اون این صحبت ها مطرح شد. نماز اومد که نور است در زندگی. بعدش اومد الله متعال درباره سرنوشت کفار صحبت کرد. عبادت کافر که باید نوری باشه در زندگی و در آخرتش. الله تعالی میفهمد نه تنها نوری براش نیست. دو تعبیر بسیار زیبا. یکی آب، انسان تشنه نیاز به آب داره. بله. عبادت، آب و اون روح ما رو، ما همجوری که جسم ما نیاز به آب داره، روح نیاز به عبادت داره تا آرامش پیدا کنه، تا خودش رو تغذیه کنه، تا آرام بشه. و الله تعالی فرمود کافر عبادتش نمیتونه اون آتش روحش رو درمان بکنه. چرا که انسان تشنه‌ای، چون سراب، چطور میتونه سراب تشنگی یک انسان رو برطرف بکنه؟ نمیتونه. درست. عبادت کافر هم نمیتونه تشنگی روح رو برطرف کنه. انسان نیاز به نور داره تا جایی رو ببینه، مسیر رو بتونه حرکت بکنه و پیش بره. انسان کافر عبادت‌های او نه تنها برای اون نوری نیست، بلکه هر کدوم از اینها ظلمتی است فوق ظلمت که هیچ چیزی رو نمیتونه ببینه. درست. مثل کسی که در اعماق دریا است. این محتوای آیه است. اینو من به خاطر این روش تاکید داشتم که بفهمیم که چرا الله متعال اصلا صحبت از اینجا میکنه. حکایت این آیه اینه که میخواد بفهمد الله متعال که انسان کافر رو حالش رو تشبیه کرده به کسی که در اعماق دریاست و این تشبیه چقدر بلیغ است. بریم درباره این آیه صحبت کنیم که در این دریاها، اعماق دریا چه خبره؟ که الله متعال برای ما میاد و اعماق دریا رو، زندگی کافر رو به اعماق دریا مثال میزنه. ما رسول الله علیه السلام که گفتیم اصلا ندیده بود که دریا چه خبر است. دیده بود؟ ندیده بود. غیر از اون حتی کسانی که دیده بودند هم کشتی سوار شده بودن، تاجرانی که میرفتن اصلا مثلا تجارت میکردن، اونها هم، انسان اگر بخواد داخل دریا بره چقدر میتونه پایین بره؟ تنها یک انسان بدون
امکانات. انسانی در زمان رسول الله اگر میخواست بره داخل دریا شنا هم بکنه چند متر میتونست بره پایین؟ نهایتش 15 تا 20 متر، بیشتر نمیشه رفت بدون امکانات. به چند دلیل. یکی این که تنفس کم میاره، الان نفسش تموم بشه، مگه چقدر میتونه انسان زیر آب نفسش رو نگه داره؟ نهایتش 10 دقیقه. خیلی هنر بکنه 10 دقیقه. یک انسانی رو دیدم یک جایی میگفت که صدف در میاد، میگفت 10 دقیقه میتونم نگه دارم. من خودم 1 دقیقه و نیم به زور تونستم تحمل کنم، یعنی زیر استخر مثلا در زیر آب نمیشه. تا 10 دقیقه هم دیگه این جزء نوادر است. ما میگیم حالا به فرض 20 دقیقه، هر چقدر بخواد بره پایین تموم میشه، نفسش بعد بیاد بالا. حالا ما یکم پیشرفت کردیم، اکسیژن رو اختراع کردیم و ماسک اکسیژن رو طرف میپوشه و میره پایین، مسئله اکسیژن حل میشه. باز هم وقتی انسان میره پایین در عمق دریا، هر چه بعد بره پایینتر فشار آب روش بیشتر میشه. چرا؟ من وقتی زیر آب هستم یک آب روی سر من هست دیگه، بالاخره پشت من این آب وزن داره و وزن این آب فشار میاره روی من. به همین خاطر ما هر چی میریم پایینتر تحملش سخت‌تر میشه برای بدن ما، چون وزن آبی که روی بدن ما سنگین‌تر میشه. علاوه بر اینکه اکسیژن کم بریم و وزن ما بیشتر میشه، به همین خاطر نمیتونیم زیاد بریم پایین. اکسیژن هم مشکلش حل کنیم، باز هم تا یک عمق خاصی میتونیم بریم پایین، بیشتر از اون نمیتونیم بریم پایین. شما فکر کنید در اون دره‌ای که 12000 متر است، تا کجاش میتونیم بریم پایین؟ تا 50 100 مترش چقدرش میخوایم بریم پایین؟ اون دره رو تا به حال در کره زمین 2 نفر، اونم با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و نصف نیمچه دریایی، مثل یک زیر دریایی حتی بگیم، حتی زیر دریایی‌های نظامی که ساخته شده نتونستن تا عمق این دره برن. نتونستن. و یکی از شگفتی‌های الله متعال است، ما انسان‌ها شگفتی‌های دریا خیلی عظیم‌تر از شگفتی‌های خشکی است. شگفتی داخل دریا و تنوع موجودات داخل دریا خیلی بیشتر از موجودات روی خشکی است. ما در آسمان یک هواپیمای مسافربری چند هزار متر میره بالا. هواپیمای جنگنده چند ده هزار متر، چند هزار، بیشتر از 10,000 متر حتی میرن. و سفینه‌های فضایی به 30-40 هزار متر میرسن، بیشتر از اون هم شاید برن. و حتی ما تونستیم که خارج بشیم از جو کره زمین. اما داخل دریا تا حالا نتونستیم. چون این فشار آب نمیکشه، حتی در زیر دریایی‌های ما رو منفجر میکنه. این فشار آب وقتی تا یک عمق خاصی زیر دریایی میتونه پایین بره. زیر دریایی هم که ساخته میشه یک آهن است، بالاخره یک حجمی داره، یک ویژگی‌ها و شرایطی داره که نمیتونه تحمل بکنه. صحبت من این هست که 1400 سال پیش نهایت عمق کسی میتونست بره 20 متر. نه ماکس اکسیژنی داشت، نه امکانات زیر دریایی‌های امروز رو داشت. الله تعالی آمد از عمق دریاهایی برای ما صحبت کرد که بسیار عمیق است، لجی، یعنی خیلی عمیق. درست. یعنی رفت به عمق چند صد متر که هیچ انسانی اصلا نرفته بود و نه هنوز میتونه بره بدون امکانات. و رسول الله که اصلا دریا رو ندیده به جای خود. قرآن آمد چی گفت؟ فرمود که در این دریاهای عمیق اگر کسی در کف این دریای عمیق باشه، من فوقه موجون، کسی که بالا سر این دریای عمیق، بالا سر این انسان در دریای عمیق موج است. حدود چند دهه است که دانشمندان به این نکته پی بردن که در داخل خود دریاها هم موجهایی در حال حرکت است. ما کنار دریا وقتی میریم میبینیم که روی آب موج میاد. هرچی باد بیشتر میشه موجش بیشتر میشه. این رو بهش میگه موج. این حرکت مواج آب رو که حرکت میکنه به ساحل میخوره، خیلی هم صحنه زیبایی است. این موج است. اما دریا تنها این موج رو نداره. دریا تنها این موجهای ظاهری رو نداره. موجهایی در اعماق دریا صورت میگیره که اینها شاید از بیرون اصلا هیچ قابل مشاهده نیست و موجهایی که حتی دانشمندان گفتن تا ارتفاع 200 تا 300 متر هم میرسه. یعنی حرکت این موجی که حرکت میکنه در اعماق، شما فکر کن مثلا در 1000 متر، 2000 متر، 3000 متر زیر سطح دریا، 3000 متر عمق این اقیانوس، یک دفعه حرکت انجام میشه موجی به ارتفاع 300 متر. یعنی یک ساختمان شما حساب کن 80 طبق، یک برجی است. یک ساختمان 300 متری 80 طبق میشه حداقل. و این موجهای عمیق در داخل اقیانوس‌ها ایجاد میشه. و حکمت‌های الله تعالی این است که این موج‌ها به این خاطر ایجاد میشه که ما اقیانوس‌ها، آب که یک جا راکد اگر بماند میگنده. آب وقتی یک جایی میمونه میگنده.
این حرکت‌های موج‌های عمیق کف دریا سبب میشه تا حیات ادامه پیدا میکنه، تا اون غلظتی که پایین هست تعدیل میشه و نگنده آب. الله متعال برای ما میفهمد که اولا در این آیه، در آیه 40 سوره مالکه نور، که در داخل اقیانوس‌ها عمیق، در دریاهای عمیق، فی بحر لجی، اگر کسی بره در این بحر لجی، در عمق این دریا بره، یغشاه موجون، تو خود همین اقیانوس هم موج‌هایی است. فکر نکنیم که در دل دریا، کی میدانست؟ کی رفته بود آن زمانه؟ هنوزم میگم بدون امکانات کی میتونست بره در عمق دریا و کشف بکنه که در اون عمق 500 متری 1000 متری داخل دریا آب آرام و ساکن نیست، آب حرکت داره و حرکت‌های بسیار خطرناکی داره، موج‌های عظیمی، یعنی میچرخن. وقتی که انسان بره اونجا نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و اونجا موج‌های عظیم ایجاد میشه. یغشاه موجون، الله متعال میفهمند موجی است. این موج باز من فوقه موجون، این یک موج درونی دریا ما داریم که موج‌های بسیار عمیق است خیلیاش. بعد از اون یک موج دیگه سطحی داریم، درست، موجی که ما میبینیم رو خود دریاست. من فوقه سحاب، بالا سر این ابرهاست. سلایه خودش موج داره، باز موج بالاست، باز ابرهاست. الان از یک طرف اینجا آیه اشاره داره به موضوع بحث این موج‌ها که ما اصلا هیچ خبر نداشت انسان و بشر که در اعماق دریاها موج‌هایی است و این موج‌ها رو الان با ماهواره‌هایی که هست، با تکنولوژی‌های خاصی که امروز در اختیار بشر هست، توانستن با اشعه‌های خاصی این رو ردیابی بکنن و ببینن که این موج‌های عمیق داخل دریا که گفتم تا 200 متر 300 متر حداقل 200-300 متر ارتفاع این موج است. یعنی از اون لحظه‌ای که شروعش میشه تا حرکتش که میره بالا دوباره برمیگرده، یعنی 200-300 متر میره بالا دوباره برمیگرده پایین. و این یک موضوع. درست. این رو کسی که دریا رو ندیده از کجا خبر داره که در عمق همونایی که کشتی داشتن حتی از اینا خبر نداشتن. همین الان خیلی کسانی که دریا رو رفتن و خبر دارن با این اطلاعات، ما الان خیلی خبر ندارن مگر اینکه کارشناسان. یکی موضوع بعدی که بیشتر تأکید آیه است روی این موضوع و سوره است، کلمه نور، النور، و اینجا بیشتر بحث نور در این آیه مراد هست. همچین حالتی رو الله تعالی برای ما یک اجاز دیگه ای باز مطرح میکنه. اولا غیر از این که میفهمد در این دریاهای عمیق موجهای عمیقی در دریا اتفاق میفته، میفرماید که ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی هایی است. الان من و شما در یک کشتی سواریم، بله. روی آب، روز روشن، حتی در اینجا که الله تعالی میفهمد روز ابری رو برای ما توصیف میکنه، من فوقه سحاب، یعنی روز ابری که ابر هست. ولی فرض که حتی ابرم نباشه، الان من شما در یک کشتی بسیار زیبایی در اوج حرارت تابستان، خورشیدم کامل میتابه، در دریا هستیم. فکر میکنید که چند متر بریم پایین این روشنایی که روی نور هست تا پایین میتونیم ببینیم؟ تا چند متر؟ آیا فکر میکنید ما مثلا اگر بریم 500 متر پایینتر، 1000 متر پایینتر، 2000 متر پایینتر با زیر دریایی مثلا سوار بشیم بریم پایین؟ رفتیم عمق 1000 متری 2000 متری، از شیشه ها و پنجرهایی که زیر دریایی داره، مثل هواپیما که از بالا نگاه میکنیم میبینیم همه جا رو. بله. اگر بریم پایین در دریا، از پنجره زیر دریایی نگاه کنیم، آیا میبینیم همه جا رو؟ آیا دیده میشه به نظر شما؟ نرفتیم، اما به دید شما، به تصور شما میشه دید؟ بیرون. مثلا داخل یک زیر دریایی نشستیم، داخل عمق 1000-2000 متری داخل دریا داریم، همینجوری در روز روشن، در روز شب نه، در روز داریم حرکت میکنیم و از این پنجره اگر بیرون نگاه کنیم ماهی ها و اون نهنگ ها، کوسه ها، حالا هر چی که هست، هشپا و شقایق دریایی و این مواردی که اونجا هستن، آیا ما اینا رو میبینیم؟ دیده خواهد شد؟ شاید. تصور غالب ما اینه که دیده میشه دیگه، چرا نشه؟ تصور اکثر ما اینه که دیده میشه، چرا دیده نشه؟ دیده میشه دیگه. تصور عمومی اینه، حتی الان در قرن 14 تصور ما اینه که دیده میشه دیگه، بالاخره حالا آب هست، نور هم هست، چه مشکلی هست که دیده نشه؟ اما الله متعال میفرماید وقتی در عمق‌های زیاد وقتی شما داخل میشید، نه تنها دیده نمیشه، ظلمات بعضها فوق بعض، اگر شما در اون آب تنها باشید، اذا اخرج یده، اون کسی که اونجا رفته،
دست خودش رو بیاره بالا، لم یکد یراها، دست خودتو نمیتونی ببینی. حالا داخل زیر دریای خب راه روشن میشه، ما بحث ما این نیست. انسانی بتونه بره در اون زیر دریایی، بتونه بره پایین، انسانی به فرض میتونه بره خودش تنها در عمق چند هزار متری. علی مطمئن میفهم چنان تاریکی است آنجا، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی بالا سر تاریکی است. اذا اخرج یده، تویی که رفتی اون پایین به فرض، الان نمیشه تنها رفت، به فرضم که بره، نمیتونی دستت رو ببینی. فاصله دست چقدره؟ نهایتش که باز بشه چقدر میشه؟ 1 متر میشه، نزدیک دیگه 20 سانتی 30 سانتی، نهایتش 1 متر. فاصله 1 متری رو نمیتونی ببینی، چه برسه که بخوای اون طرفتر دورتر 100 متر 200 متر رو ببینی. چرا نمیشه دید؟ از کجا 1400 سال پیش قرآن به ما فرمود رسولایی که دریا رو ندیده بود، کسی که در اعماق دریاها نرفته بود، از کجا میدونه؟ این اتفاق در چیز نمیافته. شما در استخری که 4 متر است شاید حتما شنا کرده باشید، در 4 متر به راحتی هم چه قابل رؤیت هست. حتی در ساحل شما وقتی که برید زیر آب اینطور نیست که نشه چی رو دید. اصلا وقتی آب زلال باشه طبیعتا تاثیر داره این همه در رؤیت ما. و میشه دید بعضی ساحل‌ها انقدر زیباست و زلال هست به راحتی میشه دید. اما وقتی در اعماق میریم علی مطال میفهمد که هیچ نمیشه دید. ظلمات بعضها فوق بعض. ما الان در موضوع بحث نور که این سوره درباره نور صحبت میکنه، یک مبحث بسیار مفصلی ما در علم فیزیک داریم درباره نورها. یک قانونی ما داریم اسم شکست نور، یک قانون فیزیک ثابت شده است، شکست نور. این قانون میگه که نور با سرعت حدود 300,000 کیلومتر، 299,000 خورده ای است که میگیم 300,000 کیلومتر در ثانیه، 300,000 کیلومتر در ثانیه نور سرعت حرکتش است. درست. این در فضای باز است، در هوای رقیق است. وقتی که این فضای رقیق تغییر میکنه و غلیظتر میشه مثل آب و نور از فضای از هوا داخل میشه به آب، غلظت آب بیشتر از هواست طبیعتا، غلیظ هوا. درست. این سبب میشه سرعتش کمتر میشه، مقدار سرعتش کم میشه و چون سرعتش کم میشه میشکنه، حرکتش هم به صورت خط مستقیم نیست، میشکنه. اینو باش میگیم شکست نور. و این شکست اگر این خط عمود باشه که به هوا بالاش هوا باشه پایینش دریا باشه، وقتی که میشکنه به خط عمود نزدیک میشه. یعنی اگر بالا اینطور هست در آسمان خط شعاع نور میتابه اینطور هست، در دریا یک مقدار اینطورتر میاد به سمت بالا. این شکست نور سبب میشه که ما خیلی از اجسامو که میبینیم از بالا وقتی میبینیم شکلش اصلا شکلش دیگه میبینیم. این شکست نور وقتی اتفاق میفته در دریا، زاویه نور تغییر میکنه. اون موجهای عظیم هم که میاد دوباره میشکنه آب رو، نور رو میشکنه. این غلظت آب خودش لایه به لایه تغییر میکنه، باز نور میشکنه. این شکست های متوالی نور سبب میشه که دیگه اصلا نور بعد از یک مدتی، بعد از یک فاصله عمقی دیگه از اونجا بعد دیگه اصلا میشکنه، برمیگرده به سمت دیگه میره، دیگه نمیرسه به اعماق دریا. به این خاطر ما دیگه اصلا نوری نداریم اونجا. درست. ظلمات بعضها فوق بعض. تاریکی مطلق داریم. تاریکی مطلق یعنی واقعا به معنای حقیقی مطلق. و این رو حالا فیلماشون نمیشه نشون داد چون تاریکه همش چیزی. من اگه بخوام فیلم من گشتم که فیلم نشون بدم، گفتم فیلم تاریکی رو چطور بخواد هیچی دیده نمیشه، وقتی چیزی دیده نمیشه چطور بخوایم ثابت کنیم که جای چیزی دیده نمیشه. واقعا همه کسانی که رفتن در با امکانات امروزی فیلم ها در روز روشن، بالا روشن هست، میره پایین همه جا تاریکه. و در همین تاریک‌ها موجوداتی به قدرت الله متعال زندگی میکنن. در این تاریکی‌های مطلق ماهی‌های زندگی میکنن، جانورانی زندگی میکنن، ماهی‌هایی که چراغ دارن، ماهی‌هایی که خودشون ماهی‌هایی هستن که نور میتابونن از خودشون، در همین اعماق دارن زندگی میکنن. این رو قرآن کریم 1400 سال پیش از زبان کسی گفت اصلا دریا رو ندیده بود و نرفته بود و اصلا آشنا نبود با ادبیات دریا و شاید رسولا شنا کردن بلد نبود. وقتی شنا نکرده از کجا بلد باشه شنا کردن؟ این شخص عظیم این علم رو از کجا آورده؟ این تعبیر رو از کجا میاره؟ اینه که در اون اعماق موجهای عظیمی است. من فوقه موجون، فرمود یخشاه موجون، یک موج اون رو در بر میگیره. من فوقه موجون، من فوق سحاب. این تعبیر رو وقتی که بیان میکنه برای ما، الله متعال میفهمد اون تاریکی مطلق که هیچ نوری نیست، بالا سر این موج هست
بالا سر موج دیگری است. باز همه اینا به کنار، من فوق سحاب، اون بالا اصلا ابر هست. خود به خود روز ابری خود ابر چیکار میکنه؟ خود ابر نمیذاره تا نور کامل برسه. ما داخل خانه شما نشسته باشی متوجه میشین که امروز هوا ابری است یا آزاد روشنه. چرا؟ از اون که روز عادی شما عادت کردین میدونید مقدار نوری که از پنجره داخل خانه شما میشه، بالا اینکه نور به صورت مستقیم هم نه تا به داخل خانه شما. من امروز از خانه خارج میشم، خانم گفت امروز هوا ابری ظاهرا. امروز پنجره رو باز نکرده اومدم بیرون دیدم هوا ابری و کاملا مشخص میشه. الله تعالی میفهمد حالا اون نور اگه تازه در حالت عادی هم به تابع این پایین تاریکی مطلق هست، حالا علاوه بر این که حالا اگر ابر هم باشه که به جای خود الله متعال میفهمد که کسی که در اعماق هست چند لایه هست، ظلمات بعضها فوق بعض، چند لایه تاریکیه. یک لایه این خود این عمقه، یک لایه دیگه یک موجه، یک لایه دیگه یک موج دیگه است، یک لایه دیگه هوای بالاست که میشکنه نور رو، یک لایه ابره. لایه هر کدوم از این لایه ها در کم شدن نور تأثیر دارن تا اینکه به اون آخر هیچ عمق هیچ نوری نمیرسه. الله متعال بفرماید که انسان کافر چنان لایه های مختلفی زندگیش رو گرفته که این نور به تو نمیرسه. تو وقتی نور به تو نمیرسه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، دیگه نوری باقی نمونه. و عجیب تر اینه که توصیف الله تعالی به هر حالت کافرین به این مثال، در اعماق دریا ما هرچی پایین‌تر میریم دمای هوا هم دمای آب هم سردتر میشه. چرا؟ چون خود نور وقتی میخوره حرارت داره و گرما داره. وقتی میریم پایین‌تر دما پایین‌تر میاد و سرده. هرچی پایین‌تر میریم سرما بیشتر میشه. و یکی دیگه هرچی پایین‌تر میریم غلظت آب بیشتر میشه، فشار آب بیشتر میشه، قفسه سینه ما تنگتر میشه، تحملش سخت‌تر میشه. الله متعال میفرماید حالت کافر هم اینجوریه. نه تنها نوری نداره این آدم، نه تنها نور نداره، سرد زندگیش. هرچی در این سرده، گرما نداره، حرارت نداره، دلگرمی به زندگی نداره. این انسان زندگیش زندگی سردیه. این انسان برش فشار هست. این حالت دقیقاً وقتی الله تعالی مثال میزنه این انسان رو در این اعماق، با این انسان هم سردشه، هم سرد زندگیش، هم مشکلات داره، هم سختی ها داره، هم فشارها از همه طرف این رو در بر گرفته، هم نمیتونه تحمل بکنه، هم بالا سرش موجهای عجیب زندگی این رو متحول میکنن. بالا سر اون باز دیگه موج دیگه ایه، بالا سر اون باز دیگه باز میاد بیرون، باز ابر تاریکی هست. این اصلا گیر کرده، مانده که چیکار بکنه این انسان. این وصف حال یک کافره، در زندگی پریشانه، نگرانه، مضطربه، راهش رو گم کرده، نمیدونه چیکار باید بکنه، تقی به توقی میخوره، پریشان میشه. این عیناً مثل کسی که در اون اعماق تاریک گیر کرده. این مثال اونه، مثال انسان کافر است. و مثال کسی که دل خوش کرده، حالا به چی میخواد دل خوش بکنه؟ بالا سرش این عبادت هایی هم که انجام میده همه به خیال خودش، همه مثل همین موجها بدتر میکنن حالش رو، نور رو کمتر میکنه، شرک میکنه، کفر میکنه، عبادت که به خیال خودش داره عبادت انجام میده، همش شرک و کفر و تقرب به این و به اون است. در این آیه چند نکته مد نظر بود. شخصی که دریا رو ندیده است در زندگیش، من هر چی سیرت رو گشتم جایی ندیدم در زندگی رسول علیه السلام که یک نفر گفته باشه که رسول الله طلب ساحل رفت تا 15-20 کیلومتریش در بعد رفت اما ثابت نشده که دریا رو دیده باشه. کسی که دریا رو ندیده، به فرض هم اگه دیده باشه، به فرض ما داخل کشتی نرفته، به فرض هم اگه رفته باشه داخل آب که ننداخته خودش رو بره در اعماق 1000 متری 2000 متری پایین، و اینها رو از کجا آورده برای ما این ظرافت ها رو و این نکات رو؟ موجهای عمیق داخل دریا، تاریکی مطلق. اذا اخرج یده لم یکد یرا. الله تعالی از تاریکی صحبت میکنه در روز روشن در اعماق دریاها که دست خودت رو نمیتونی ببینی اونجا دیگه. اینها غیر از این که بپذیریم برای این شخص رسول علیه السلام از آسمان وحی شده است، کتابی که 1400 سال گذشته و هیچ کسی نتونسته تا به حال در این کتاب تناقضی تضادی پیدا کنه. افلا یتدبرون القرآن، در آیه 82 نساء خواندیم که آیا در قرآن نمی اندیشن اگر از جانب غیر الله تعالی می بود، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اختلاف ها و تناقضات زیادی در این کتاب خواهند یافت، اما هرگز اینطور نخواهد شد. ان شاء الله. اجازه بدین بریم با سراغ میان برنامه کوتاه. بعد از میان برنامه بحث بسیار جالبی داریم. چی هست؟ والبحر المسجور، دریای شعله‌ور و فروزان.
این رالایت ها رو برامون معرفی میکنه، با هم میخوایم ببینیمش انشاءالله. بله بیننده های عزیز، بیرون میشیم از این تاریکی های دریاها تا برسیم به بحر شعله‌ور. یک وقفه کوتاه برمیگردیم. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم در موضوع اعجاز علمی قرآن کریم در مورد دریاها. البته آیه 40 سوره مبارکه نور را خدمتتان استاد سلیمانی عزیز عرض کردند و از تاریکی هایی که در عمق دریا وجود دارد صحبت کردند و حالا گفتند که بحث جالب دیگری دارید در مورد آیه والبحر المسجور، بحر یا دریای شعله‌ور. دریا هم شعله داشته. خود این
تعبیر شنیدنش عجیب است. واقعا دو تا شیء ضد هم کنار هم جمع شدن. دریا نشان از آب است و شعله ور شدن صفت آتش. بله. هر جا آتش میگیره میگن آب بیارید تا خاموشش کنیم. وای به حال اون روزی که خود آب آتش میگیره. آیا خود آب هم آتش میگیره اصلا؟ ما اگر 1400 سال پیش که چه الان هم برای خیلی ها عجیب است. واقعا شخصی که حتی دریاها رو گفتیم که ندیده بود، رسول الله علیه السلام، ایشان در سوره مبارکه طور آیاتی از سمت الله متعال برای ما تلاوت کردن که در یکی از این آیات در سوره مبارکه طور آیه 6 الله متعال در سوره مبارکه طور میاد برای ما و میدونیم که این سوره مکی است که در مکه مکرمه نازل شده. درست. میاد برای ما رسول الله علیه السلام صحبت میکنه از قول الله متعال که درباره بحر مسجور است. آیه 1 و طور قسم میخوره الله متعال به طور و کتاب مسطور و رق منشور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور. آیه 6 من بیشتر در این باره میخوام صحبت کنم. و البحر المسجور، قسم به دریای شعله ور. بحر دریا، بحر مسجور، مسجور یعنی شعله ور، آتش گرفته. بعدش چی است؟ این عذاب ربک لواقع. آیه بعد بحر مسجور صحبت از عذاب است. الله متعال عذابی داره که واقع خواهد شد. آن عذابی که وعده داده حتما واقع خواهد شد. دریای شعله ور. عجیبه که بسیاری از مفسرین هم حتی وقتی که این آیه رو تفسیر کردن، مسجور رو خب کسی نمیتونست بپذیره که دریا هم آتش میگیره، یعنی دریای شعله ور کسی ندیده بود همچین چیزی. مسجور رو یک وجهی داره که پر معنی کردن، ممتلئ، دریاهایی که پرند از نعمت‌های الله تعالی، از موجودات عجیب و غریب. اما خود مسجور به معنای شعله ور است. در جای دیگه مثلا در سوره غافر الله متعال میفرماید که فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، در آتش، در آب جوشان و در آتش، در نار، در آتش اونها شعله ور میشن، از جهنم میان. و اذا البحار سجرت، روز قیامت الله متعال میفرماید اون لحظه‌ای که دریاها شعله ور شوند. و اذا البحار فجرت، در تعبیرهای مختلف، اون لحظه‌ای که دریاها منفجر گردند، از نشانهای قیامت است. الله متعال برای ما قسم میخوره از دریایی که مسجور است، شعله ور است. در زمان رسول علیه السلام که به جای خود که کل جزیره العرب هم چیزی رو ندیده بود و امروز هم خیلی ها خبر ندارن، اما ما تصاویری داریم. من میخوام به جای اینکه این دفعه صحبت بکنم با خود به خود ببینیم یعنی چی دریای شعله ور، دریایی که شعله ور است. این رو الله متعال که مخلوقاتش رو خبر داره، وقتی قسم میخوره رسول الله ندیده، الله متعال که خلق کرده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، کسی که خلق کرده خبر نداشته باشه از مخلوقاتش. 1400 سال پیش الله تعالی از چیزی ما اطلاع داد که ما چند سالی تازه فیلماش رو پیدا کردیم و کشفش کردیم، یافتیم معنای حقیقی و البحر مسجور. فیلمی هست با هم ببینیم، من روی فیلم صحبت میکنم دوستان اگر فیلم رو پخش کنم. این کجاست به نظر شما این صحنه؟ آتش فشانی در حال انفجار. هر کسی بگه میگه حتما در یک کوهستانی است، در قله‌ای. این دستگاهی که گوشه تصویر پایین معلوم است، این یک دستگاه زیردریایی است که در عمق همون دریاهای تاریکی که صحبت می‌کردیم، فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج، اینجور چیزها هم باز است. اینجا یک آتش فشانی است در قعر دریا، تصویر قبلی، و اینها گدازه‌های آتش است. اینها از عمق زمین خارج میشن و به دریا میریزن. در دریاست. این آتش است، اینها آتشه، اون هم آب. نه این آتش خاموش میشه هزاران سال است و نه اون آب تمام میشه و میتونه این آتش رو سرد بکنه. این گونه گدازه ها میریزن داخل دریا و اینها در دریا بحر. این تصویرهای مختلفی است، از یک صحنه نیست، تصاویری مختلف از چندین بحر مسجور
که ما میبینیم که قدرت الله متعال چگونه آب و آتش در کنار هم جمع میشن. اینا برخیش جزیره هایی که درست شده و داره به دریا میرسه. این لحظه ای است که این گوشت سمت راست رو میبینیم، دودی که بلند شده دود نیست، اینا بخار آبه. اینا همه برخی از اینها انقدر زیاده ادامه پیدا کرده که یک جزیره ای شده، جزیره ای که از 4 طرفش داره همینجوری آتش میریزه، دریایی که شعله ور است. قسم به دریایی که شعله ور و برافروخته است. آب و آتش در کنار هم، نه آتش خاموش میشه و نه آب تموم میشه. و دمای این حرارتی که این آتش بیرون میده به چند هزار درجه میرسه. یعنی شوخی نیست موضوع بحث حرارتش. ما برای ذوب کردن یک سنگ رو بخوایم اینطور ذوب کنیم که اینطور غلغل بخوره، اینجوری جوش بخوره، مثل آب جوش، به چند هزار درجه حرارت نیاز داریم. ما با 100 درجه آب رو به جوش میاریم. اما برای ایجاد همچین حرکتی ما اگر خود ما بخوایم درست بکنیم نمیتونیم. خود اون کوره ما آب میشه اصلا. ما این حرارت رو چطور ایجاد کنیم؟ کجا ایجاد کنیم؟ اگر آهنی باشه کوره ما آهن ذوب میشه. اگر سنگ باشه خود اون سنگی حرارتی داشته باشه که سنگ رو آب کنه، خود سنگ اول آب میشه. اینها رو الله متعال خلق کرده. بحر مسجور، دریای شعله ور، دریایی که شعله ور است. اینها رو ما الان کشف کردیم. ببینید چون این آتش، این چطور این آتش داخل دریا میریزه و نه آتش خاموش میشه و نه دریا تمام میشه آبش. در کنار هم آتش شعله ور. این دریاست، یک دریاییست. دریاییست که نمیشه اصلا اینا نزدیک شد از بس حرارت آب زیاد. یعنی آب هرچی نزدیکتر میشیم دمای آب هم میره بالا، بعدی که اونجا بخار میشه. یعنی آب جوش اون آخراش دیگه، اون لحظه‌های آخر آب جوش ما داریم. یعنی کلا اونجا آب غلغل میزنه آب در کنار این آتش. دریای شعله ور. الله تعالی میفرماد در روز قیامت یکی از نشانه‌های قیامت اینه. اینها چی است؟ اینها اون دهانه‌هایی از پوسته زمینه که باز شده در بخش‌هایی از زمین، در دریاها، در اعماق دریاها. تصویر اولی که ما دیدیم که اون گدازه‌های ما گفتیم در مواد درون زمین، این تصویر واضح‌تر است، در کف دریاست. از کف زمین، از پوسته کف دریا، در عمق چند هزار متری دریا، اینجا اینو می حتی انسان جرئت نمی‌کنه اینجا پایین بره. دستگاه فرستادن پایین، در گوشه تصویر خود دستگاه دوربینی از بخش دستگاه معلومه با دستگاه گرفته شده این فیلم همه. از عمق زمین اینها بیرون میشن، این آتش‌هایی که در عمق زمین هستن. پوسته زمین جاهای اینجوری نفس میکشه، گویی که این در عمق دریاست، کف دریاست. یعنی شاید چند هزار سال این اتفاق داره میفته و خاموش نشده. و این گونه آتش و آب کنار هم دارن به راحتی زندگی میکنن. به تعبیر ساده ترش والبحر المسجور، این اسمش از بحر مسجور، دریای شعله ور. 1400 سال پیش کی فکر میکرد همچین چیزهایی هم باشه؟ دریای شعله ور، دریای شعله ور، آب و آتش با هم که نه آتش سرد میشه و نه آب تمام میشه. والبحر المسجور، این دریای شعله ور است. نه کسی بنزین اینجا ریخته، نه کشتی غرق شده که آتش گرفته باشه. یعنی تصاویر واقعی فعلی است. اینا فیلم‌های حقیقیه. همه این فیلم‌ها، اینها فیلم‌هایی که ضبط شده، همین چند ساله ضبط شده با دوربین‌های دست بشر. ببینید حتی از این فاصله نزدیکتر این فیلمبردار الان نزدیکتر نرفته، چون نمیتونه نزدیکتر بشه. اون آب دیگه قابل تحمل نیست. یعنی آب‌هایی که هست، این رو نگاه کنید، مثلا این آتش رو، این در دمای این آتشی که میرسه چند هزار درجه است. این سنگ ذوب شده است، سنگی که ذوب شده، مثل آب جوش داره میریزه بیرون. این سنگی که داره میریزه بیرون، اینطور این داخل آب داره میریزه. و این رو ببینیم که وقتی که داخل آب میریزه چی به وجود میاره. حتی برخی از اون سنگ ها منفجر میشه و میریزه دوباره اطراف میریزه. این صحنه های بسیار عجیبی است و الله متعال میفهمد من همچین چیزایی هم دارم. تو همین دنیا قسم میخوره الله متعال. الله متعال خالق آسمان ها و زمین است و به هر چی که دوست داره قسم میخوره. والبحر المسجور، اختیار داره، دوست داره به هر چی قسم بخوره. ما اجازه نداریم جز به ذات او قسم بخوریم و الله متعال صاحب اختیار است. تو مخلوقاتش قسم میخوره. درست. و نمیتونه کسی بگه چون الله قسم خورد ما هم قسم بخوریم. الله متعال مردم رو میگه منو بپرستید، ما نمیتونیم بگیم چون الله گفته ما رو بپرستید ما میگیم ما رو بپرستید. اما این صحنه بسیار عجیب است که
ما دریاهایی داریم که شعله‌ورن، دریای شعله‌ور و البحر المسجور. این رو 1400 سال پیش الله متعال در قرآن کریم از زبان انسانی برای ما گفت که از جزیره العرب خارج نشده بود و هیچ دریایی رو ندیده بود و این گونه برای ما قرآن کریم همچین عجایب و شگفتی هایی رو بیان کرده بود که ما بعد از 1400 سال، من گفتم مفسرین حتی در این تصاویر رو ما الان می‌بینیم، مفسرین که ندیده بودن این چیزها رو. کسی که 700 سال 800 سال پیش زندگی می‌کرد گمان نمی‌کرد که همچین چیزی در اعماق دریا، همچین انفجارهای، این انفجار داخل آب، الان دقیقاً این تصویر در اعماق یکی از دریاهاست که اینجوری داره منفجر میشه این آتش و خاموشی هم نداره. یعنی آب و آتش کنه، این آب نمیتونه حتی خاموش کنه این آتش رو. آب اصلا کلا دور برش چهار طرفش آبه. عجیبه که چهار طرفش آبه، اصلا از همه طرف آب اینا رو فرا گرفته، هم از اعماقش هم از بیرون هست، از چهار طرف داره آب میریزه، از داخل هم منفجر میشه، از کنارهای آب. اینها سنگ‌هایی است که در طول چندین هزار سال گدازهایی که روی هم جمع شده و سفت شده و سنگ شده و یک جزیره‌ای رو به وجود آورده، جزیره‌های آتشینی رو که هنوز این حکایت ادامه داره. و این بحر مسجور است. این تصاویری که واقعا 1400 سال پیش ما صحبت ما فقط اینه. این الان الان پیدا کردنش آسان شده برای ما وجب زمین رو دوربین داریم و داریم نگاه میکنیم. 1400 سال پیش کسی که در جزیره العرب بود، بحث من نکته تاکید من اینجاست، کسانی که فکر میکنن این کتاب از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی آمده، این کتاب 1400 سال پیش در مکه نازل شد. این سوره الان خصوص سوره طور و البحر المسجور در سوره طور است. یعنی رسول الله در مکه بود، حتی خارج هم نشده، نه جنگی بوده، نه غزواتی بوده، نه هجرتی بوده. یعنی رسول الله هنوز از مکه خارج نشده بود. همچین چیزهایی رو ببین. اگر اون موقع میگفتن، اون موقع کسی حالا تخیل میکرد، خب تخیل هم حدی داره دیگه. تخیل هم یعنی حدی داره. و اگر قراره به فرض محال اینها تخیلات رسول الله علیه السلام بوده، اگر واقعا کسی که 1400 سال پیش زندگی میکرده چنان قوه تخیل قوی داشته که تمام اکثر دستاوردهای مهم بشر رو بعد از 1400 سال پیش بینی میکرده، خب پس چرا من از اون پیروی نکنم؟ واقعا شایسته پیروی است همچین مغزی و عقلی و فکری که در هر زمینه‌ای هم که رأی داده و نظر داده واقعا هنوز بهتر از اون پیدا نشده. اگر قرار است شما نظریه‌های شرق و غرب و فلانی رو پیروی بکنید، من ترجیح میدم نظریه‌های این انسان رو پیروی بکنم که 1400 سال پیش به قول شما خواندن و نوشتن هم نمی‌دانست و همین صحبت‌های کرد. و همین حرفا این به فرض مجادله با خودشون. قریش هم اینجا اعتراض نکردن که این بحر مسجور تو میگی کجاست، هیچ نمیتوانستن اعتراض بکنن، چون میدانستن این انسان عادی نیست. یعنی خود ابو جهل و بقیه با دشمنان رسول الله یقین داشتن در نبوتش. حتی مسیحیان یهودیان که باش میجنگیدن الله تعالی میفهمن الذين اتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یقین داشتن که این پیامبر است. اما غرور، تکبر، ابو جهل گفت ما بنی هاشم همیشه طایفه قوم ما اونها با هم رقابت داشتیم، آب دادن ما آب دادیم، اونها غذا دادن به میهمانان بیت الله ما غذا دادیم، الان اونها پیغمبری آوردن، من پیغمبر از کجا بیارم؟ و والله بهش ایمان نمیارم تا آخرین لحظه حیات. و خیلی از یهودیان مدینه و بسیار از کسان دیگری که دشمنش بودن در این شکی نداشتن که این پیامبر است، اما قبول نمیکردن. اینها برخی از شگفتی‌هایی است که درباره دریاها در قرآن کریم ذکر شده. تشکر. سلامت باشید. ان شاء الله که اجازه علمی یک قسمت دیگه هم داریم ان شاء الله. بعد از اون باز این موضوع رو بحث ایمان به الله متعال رو سعی می‌کنیم، ایمان به کتاب‌های آسمانی رو تمام می‌کنیم، به پایان برسونیم. بعد ایمان به پیامبران رو شروع خواهیم کرد و سعی الان پیش بینندگان از خواهم بحث‌های بسیار زیبایی خواهد بود. زندگی انبیا رو سعی می‌کنیم، همه کسانی که نامشون از انبیا در قرآن ذکر شده درباره زندگی‌هاشون صحبت بکنیم، شخصیت‌هاشون و از نکات مهم زندگیشون ان شاء الله درس ها بگیریم ان شاء الله. تشکر. سلامت باشید. برای بیننده‌های عزیز فقط در قسمت آینده، یعنی در برنامه آینده، موضوع اعجاز علمی قرآن کریم را تمام نمیشه، ما البته میبندیم، میریم به رکن دیگی از ارکان ایمان که او بخش ایمان به پیامبران الهی خواهد بود. تا آن دم همه شما عزیزان را به خداوند یکتا یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران
يتمنى